که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خویشتن را گم مکن یاوه مکوش. خلاصه برنامه گنج حضور. غزل 259 دیوان شمس، برنامه 996 گنج حضور. پیش کشان شاه شکرخانه را، آن گهر روشن دردانه را. ای انسان، آن شاه شکرخانه یا خدا را به سوی مرکزت بکش و از جنس او شو، چرا که اگر آن شاه به سوی تو بیاید به صورت یک گوهر همیشه روشن یکتا جلوه می کند. نکته 1. این بیت لغزش من ذهنی را که فکر می کند خدا باید ما را درست کند چون قدرتش از ما بیشتر است و ما به صورت جبری هیچ کاری نباید بکنیم باطل می کند. پیشکش یعنی ای انسان تو پیشکش و تو کاری بکن. پس ما را از دست روی دست گذاشتن و نشستن رها می کند. نکته 2. ما هر لحظه به جای اینکه با فضاگشایی شاه شکرخانه را پیش بکشیم، چیزی را که ذهنمان نشان می‌دهد به مرکزمان می‌کشیم و سبب خشم، مقاومت، استرس و بدبختی خود می‌شویم. در واقع ما با خدا قهر کردیم. پس باید پیش قدم شویم و اولین کسی باشیم که دستش را برای آشتی دراز می‌کند. نکته 3. شاه شکرخانه شاه تمام است که هم روشنایی دارد و هم مهربان و عقل کل است. او ما را اداره می کند و همه شادی، رحمت و شیرینی است. او همیشه حاضر است که به ما کمک کند، اما چون ذهنمان را به مرکزمان می آوریم این کمک را نمی توانیم بگیریم. نکته 4. اگر بالای جو زمین برویم آفتاب همیشه می درخشد و هیچ موقع غروب نمی کند. پس غروب به علت حرکت زمین است. ذهن ما هم چون می چرخد و چیزها را به مرکزمان می آورد بر حسب آن می بینیم و این گوهر خاموش می شود. نکته 5. دردانه یعنی مروارید یکتا و علامت یکتا بودن ماست. تمام دردسرهای ما از دیدن بر حسب همانیدگی هاست و اگر شاه شکرخانه با فضاگشایی به مرکزمان بیاید یکتا می شویم و از این دویی و دیدن بر حسب من ذهنی بیرون می پریم. نکته 6. باید این برنامه را از اول تا آخر خوب گوش بدهیم. ابیات را تکرار کنیم و با فضاگشایی دائما حواسمان به خودمان باشد. مهم است که بدانیم پندار کمال، ناموس و میدانم داریم و من ذهنی خودمان و دیگران مزاحم پیشرفت ما هستند. نکته 7. پیش کشیدن شاه با تکرار این ابیات که مرتب دید من ذهنی را عوض می کنند میسر می شود. و اگر در هر بیتی مراقبه کنیم در نهایت به زندگی تبدیل می شویم. در واقع مولانا به طور غیر مستقیم به ما می گوید که خودمان شاه شکرخانه ایم و در مرکزمان برکات زندگی را داریم. آن شه فرخ بی‌مثل را، آن مه دریا دل جانانه را. شاهی را پیشکش که رخش مبارک است و اگر به مرکزت بیاید هم درونت گشوده و زیبا می شود و هم در بیرون اتفاقات خوبی برایت می افتد. او مبارک قدم و بیمانند است، مثل ماه روشن و زیباست، جانانه و از جنس جان است و تو را بی نهایت جاندار، دریادل و زیبابین می کند.
نکته 1. بی‌مثل دوباره ما را از یک لغزش رها می کند که نکند با ذهنمان چیزی را مجسم کنیم و بگوییم این همان شاه فرخ رخ است. او در این جهان مثل ندارد و ما نیز بیمانندیم. نکته 2. من ذهنی دائما مسئله و زشتی و ناقصی می بیند، برای اینکه خودش از آن جنس است. اگر ما ماه دریادل را ببینیم خواهیم فهمید که او جانانه، یعنی از جنس جان است و کامل است. نکته 3. جانانه چند معنی دارد. هم به معنی کامل و کافی است، یعنی انسان هیچ چیز دیگر نمی‌خواهد، و هم به معنی معشوق زیبا و شبیه جان ماست. نکته 4. ما چون من ذهنی را دائما به مرکزمان کشیده ایم، افسرده حال و پژمرده هستیم، ولی خداوند بی نهایت شادی و شوق زندگی دارد. نکته 5. کسی که تا دیگری را می بیند شروع به گفتن دردهایش می کند فرخ رخ نیست و بهتر است چون این کسی را نبینیم، چون اگر ببینیم من ذهنی ما را بالا می آورد و هر اتفاق بدی ممکن است بیفتد. در نقطه مقابل زندگی فرخ رخی و بی‌مثلی را در ما بالا می آورد و هر کسی ما را ببیند مثل ما می شود. نکته 6. این ابیات حالت طبیعی ما را که الست یا امتداد خدا بودن است به ما نشان می دهند. چون خداوند هر خاصیتی دارد ما هم داریم. اگر در حال حاضر غیر از این هستیم اشتباه می بینیم و باید دیدمان را تصحیح کنیم. در واقع این ابیات برای تبدیل ما هستند. روح دهد مرده پوسیده را، مهر دهد سینه بیگانه را. آن شاه انسانی را که در ذهن همانیده مرده و پوسیده شده روح می دهد و سینه ای را که از عشق زندگی بیگانه و جداست مهر می بخشد. نکته 1. علت این که ما در قبر ذهن مرده پوسیده هستیم آن است که همانیدن و لحظه به لحظه دیدن بر حسب همانیدگی ها برای من مسئله، مانع، درد، دشمن، کارافزایی و ناامیدی ایجاد کرده و تا وقتی من ذهنی داریم سینه یا مرکزمان از عشق و از خدا بیگانه است. نکته 2. ما فکر می‌کنیم مهر داریم، اما مهر ما شرطی شده است. مثلا اگر همسرمان فلان کار را در حق ما بکند یا فرزندمان نمره 20 بگیرد آنها را دوست داریم و در غیر این صورت دوستشان نداریم. در حالی که مهر آن است که ما به زندگی و خداوند زنده شویم، از آن طریق مهر بورزیم و همان جنس را در دیگران ببینیم. نکته 3. باید همیشه گمان ببریم که واقعا دست کم به درجاتی مرده پوسیده هستیم، برای اینکه آن جانانه، کمال و جانداری زندگی در ما نیست و چیزهای سطحی که برای تهییج و خندیدن استفاده می کنیم واقعا نمی توانند عشق و روح به ما بدهند. دامن هر خار پر از گل کند، عقل دهد کله دیوانه را. آن شاه دامن هر خار یا انسان همانیده را که پر از درد بوده از چیزهای زیبا و محصولات خوب مثل روابط زیبا، رواداشت و عشق پر می کند. به جای عقل بی عقلی و دیوانگی من ذهنی نیز به او عقل و خرد کل را می دهد. نکته 1. هیچ همانیدگی نیست که در مرکز انسان درد ایجاد نکند. بنابراین مولانا انسان من ذهنی را با خار تعریف می کند،
چون سود همانیدگی همین درد است. نکته 2. ممکن است تا به حال فقط دردها ما را اداره کرده باشند. مثلا وقتی با خشم، ترس از آینده، حسادت، تنگ نظری، نگرانی و حس گناهمان داریم زندگی می کنیم، اینها عوامل هدایت ما هستند. نکته 3. آدم باید دیوانه باشد که با مرکز بدون عشق این همه لطمه به خودش و به روابطش با اطرافیان بزند. در واقع داشتن درد و همانیدگی در مرکز نقصی است که نهایتاً ما را به خار بودن و به دیوانگی می‌کشاند. نکته 4. بر اساس تمام کتب دینی، عرفانی و حتی علمی ما از جنس من ذهنی نیستیم. از جنس خدا و زندگی و بی فرمی هستیم. اگر بدن ما تقسیم شود، آخر می‌بینیم که یک بی فرمی است که گاهی ذره و گاهی انرژی جمع شده می‌شود و این زندگی خودش را به صورت خلأ در ما نفوذ می‌دهد. در خرد طفل 2 روزه نهد آنچه نباشد دل فرزانه را. آن شاه در طفل 2 روزه خرد و عقلی می‌گذارد که دل یک آدم عاقل 70 ساله که من ذهنی دارد آن خرد را ندارد و نمی‌تواند آنطور فکر کند و تعجب می‌کند. نکته 1. یحیی و مسیح نشان این هستند که زنده شدن به حضور وابسته به سن نیست و محدودیت سنی ندارد و انسان میتواند در 2 یا 3 سالگی هم به حضور زنده شود. نکته 2. نباید بگوییم که این بچه 4 سالش است، چه میفهمد حضور یا خدا چیست؟ اتفاقاً او بهتر میفهمد، چون تازه از آن ور رسیده و از جنس زندگی و پر از شادی است و هنوز انباشتگی همانیدگی ها را ندارد. نکته 3. ما باید به عنوان پدر و مادر عاشق حواسمان باشد که کودکمان یک آتشفشان معناست و یک مجسمه نیست. موجود بسیار زیبایی است که میفهمد و پر از استعداد است. پس مغزش را از طریق همانیده کردن او با باورهای تحمیلی و کهنه‌مان پوسیده نکنیم. نکته 4. فرزانه من ذهنی شبیه دلقک داستان مثنوی است و من ذهنی از زبان او صحبت می کند. اما طفلی 10 ساله که فضا را گشوده زندگی از طریق او حرف می زند. قرآن کریم سوره مریم آیه 12. ای یحیی، کتاب را به نیرومندی بگیر و در کودکی به او دانایی عطا کردیم. قرآن کریم سوره مریم آیه 29 تا 30. به فرزند اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگویی؟ کودک گفت من بنده خدایم، به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است. طفل که باشد تو مگر منکری عربده استن حنانه را. طفل که جای خودش را دارد و انسان است، تو مگر ناله ستون حنانه را منکر هستی که وقتی حضرت رسول به آن تکیه نمیداد ناله می کرد؟ حنانه نام ستونی بود که حضرت رسول بر آن تکیه کرده و صحبت می کرد و وقتی برایش منبری ساختند دیگر به ستون تکیه نکرد و ناله ستون درآمد. نکته 1. حضور انسان روی جمادات و نباتات اثر می‌گذارد. برای همین ما آمده ایم به عشق زنده شویم تا به بقیه باشندگان کمک کنیم آنها هم خودشان را بشناسند. نکته 2.
تقریباً همه ادیان و نوشته‌های عرفانی این موضوع را قبول دارند که وقتی ما به بی‌نهایت و ابدیت خدا زنده می‌شویم، روی جمادات و نباتات اثر می‌گذاریم و ارتعاش ما را می‌گیرند. مست شوی و شه مستان شوی، چون که بگرداند پیمانه را. اگر فضا را باز کنی و هیچ همانیدگی در مرکزت نماند، آن شاه به مرکزت می آید و پیمانه شراب را می گرداند و در پیاله‌ات می ریزد. در این صورت به حدی مست می شوی که هیچ جماد، نبات، حیوان و هیچ باشنده دیگری که در این کائنات هست نمی تواند به اندازه تو مست باشد. یعنی شاه مستان می شوی. نکته 1. چه کسی در پیاله ما شراب می ریزد؟ اگر از بیرون چیزها را به مرکزمان می آوریم، من ذهنی می ریزد. ولی اگر فضا را باز می کنیم، خداوند می ریزد. اینکه کدام یک بریزند دست خودمان است. نکته 2. من ذهنی به جای شراب در پیاله ما زهر و درد می ریزد. پس برای اینکه این اتفاق نیفتد و زهر و درد نخوریم، باید فضاگشایی کنیم. بی خودم و مست و پراکنده مغز، ورنه نکو گویم افسانه را. من خود ندارم و از خود بی خود شدم و هنوز مست هستم. به جنس اصلی من در مسیر تکامل هوشیاری هیچ آسیبی نرسیده، اما همانیده شدن با چیزها سبب شده من روی آنها پخش و پراکنده مغز شوم. وگرنه من خیلی خوب میتوانم افسانه زندگی را بیان کنم. نکته 1. این بیت جلوی این لغزش را میگیرد که انسان فکر کند اگر در ذهن افسرده شده و مقدار زیادی درد دارد، اصلش که زندگی و الست است، آسیب خورده است. با هر میزان درد به لحاظ زندگی جنس خداییت انسان نمیتواند آسیب بخورد، زیرا خدا آسیب نمیبیند. نکته 2. به بیان مولانا، افسانه زندگی آن چیزی نیست که ما در من ذهنی فکر می‌کنیم. در واقع فرمول‌ها و قاعده‌هایی که برای زندگی درست کرده ایم، مثل همسر، خانه، بچه، وضع مالی خوب و غیره، افسانه زندگی نیستند. نکته 3. افسانه زندگی موقعی است که ما از جنس زندگی شده ایم و هیچ همانیدگی نمانده و خداوند خودش را از ما بیان می کند. نکته 4. فضاگشایی به ما این خرد و بینش را می دهد که ببینیم در هر چیزی که ما را به سمت دنیا می کشد پراکنده شده ایم و باید آن را شناسایی و پاک کنیم. با همه بشنو که بباید شنود، قصه شیرین غریبانه را. با همه بشنو یعنی با همه باشندگان، مثل جمادات، نباتات و حیوانات که قصه زندگی را از زبان زندگی میشنوند و به وسیله خداوند زندگی میکنند، تو هم بشنو. یا با این همه بشنو یعنی گرچه تماماً به او زنده نشده ای و زندگی را به طور کامل بیان نمی کنی. با این وصف دست روی دست نگذار. مرتب فضا را باز کن، ابیات را بخوان و گوش بده. تمرکزت روی خودت باشد و سعی خودت را بکن که افسانه شیرین و غریبانه زندگی را بشنوی. نکته 1.
قصه شیرینی که میشنویم این است که ذات ما آرامش، مستی، بی‌نیازی، بیخودی و شادی بی سبب است و خداوند زندگی را به صورت افسانه از ما بیان می کند. منتها این قصه شیرین غریبانه و ناآشنا است، زیرا من ذهنی خودمان و دیگران میپندارد زندگی فقط درد، استرس و خشم است. نکته 2: در دید من ذهنی همه چیز ناآشنا و غریب است و وقتی قصه شیرین زندگی را از زبان مولانا میشنود شگفت زده میشود که با وجود این همه مسئله در این دنیا چرا مولانا میگوید که فقط من ذهنی است که زندگی را تبدیل به مسئله و دشمن و درد و کارافزایی میکند. نکته 3: خوشبختی و موفقیت همین فضای گشوده شده و تبدیل شدن ما به زندگی است که در این لحظه تجربه می شود. بشکند آن روی دل ماه را، بشکند آن زلف 200 شانه را. وقتی فضای درون گشوده و مرکز انسان عدم می شود، روی زندگی دل ماه من ذهنی را می شکند. و اگر انسان بخواهد با شانه های من ذهنی زلف سیاه معشوق را شانه کند، یعنی با عقل من ذهنی سر در بیاورد که خدا چیست و چگونه خودش را از ما بیان می کند، این شانه ها می شکنند و نمی توانند چیزی بیان کنند. نکته 1: روی من ذهنی به نظر ماه می آید و نوری دارد که از طریق سرمایه گذاری زندگی ما در همانیدگی های پراکنده به وجود آمده است. نکته 2: ما خیال می کنیم اگر بر حسب همانیدگی ها بلند شویم می توانیم افسانه زندگی را بیان کنیم و بهترین زندگی را داشته باشیم، در حالی که ارضای این همانیدگی ها توهمی است که بر اساس آن یک جسم مجازی در ما زندگی را به طور مصنوعی زندگی می کند. نکته 3: شما باید 500 بیت خوب را یا حفظ کنید یا اینکه بنویسید و همه جا بخوانید و هی تکرار کنید. تکرار این ابیات که ستاره های دیوسوز هستند، دیو بدگمان را از شما دور می کند. جاهای لغزش را به شما نشان می دهد و سبب تمرکز شما روی خودتان و دوری از قرین بد می شود. یواش یواش شما نمی لغزید و هر دفعه که نمی لغزید و جان سالم به در می برید به فضاگشایی ادامه می دهید. قصه آن چشم که یارد گذارد، ساحر کش فتانه را. قصه چشم خدا را آنطور که او می بیند چه کسی با من ذهنیش می تواند بیان کند و حق مطلب آن را به جا آورد؟ او سحر کننده ساحرکش و فتنه انگیزی است که سحر من ذهنی را باطل می کند و در همانیدگی ها آشوب و زلزله به پا می کند. نکته 1: وقتی با چشم او نگاه می کنیم معنایش این است که شاه شکرخانه به مرکزمان آمده و خدا افسانه ای را از طریق ما می خواهد بیان کند که با حرفهای من ذهنی نمی توان بیانش کرد، ولو به لحاظ ذهنی دانشمندترین آدم دنیا باشیم. نکته 2: من ذهنی با آوردن چیزها به مرکزمان ما را مسخره و سحر کرده تا به عنوان الست عینک همانیدگی بزنیم. نکته 3: این که برخی میگویند که موجوداتی ما را جادو یا اسیر کردند و این جادو را یکی باید باطل کند همه خرافات است.
بیند چشمش که چه خواهد شدن، تا ابد و بیند پیشانه را. وقتی او به مرکز انسان می آید، چشم انسان باز می شود. بدین ترتیب هم می بیند که تا ابد چه خواهد شد و هم آن حالت ازلی و پیشانه را می بیند و متوجه می شود که در الست چه بوده است. نکته 1: اگر کمی چشم ما باز شود و با فضاگشایی به هم کمک کنیم، یواش یواش خواهیم دید که چه اتفاقی دارد می افتد. می بینیم که در مسیر تبدیل از راه شناسایی و انداختن همانیدگی ها و بی ارزش شدن باورهای پوسیده قدیمی به جایی می رسیم که خلاقیت و شادی بی سبب از درون ما بالا می آید و نهایتاً به زندگی تبدیل می شویم. نکته 2: ما الان می بینیم که پدر و مادرها وقتی عشق ندارند و از جنس مجسمه هستند، فرزندشان را مجسمه می بینند و او هم مجسمه می شود. وقتی هم فضا را باز و عشق را در خودشان برقرار می کنند و مقدار زیادی به خدا زنده می شوند، هم خودشان و هم فرزندشان را زندگی می بینند. راز مگو رو عجمی ساز خویش، یاد کنان خواجه علیانه را. اینها را که رازهای زندگی بودند به زبان نیاور و خودت را به نادانی بزن. یاد کن از خداوند شریف و عالی قدری که ساکن و ساکت است. پس تو هم ساکت شو، فضا را بگشا و با ارتعاش کار کن. نکته 1: نصیحت مولانا به ما این است که هر کار را که خدا می کند یاد کنیم و چون خداوند همیشه فضاگشاست، ما هم فضاگشایی کنیم و او را به مرکزمان بیاوریم تا ارتعاش او به دیگران کمک کند. نکته 2: با حرف زدن نمی توان دیگران را متقاعد یا هدایت کرد. خدا ساکت است و سکوت و سکون را بیشتر دوست دارد. جنس ما هم بیشتر به سکوت شبیه است تا غوغا و حرف زدن. بنابراین ساکت شویم و فضا را باز کنیم.